خودرو قرار داده است. اما این پهلوان جوان تاجیک یک مرتبه دیگر زمین افتادن. صبحیدین از جای برمیخیزد و محمد عیسی رجبوف نیز در مقابل صبحیدین میخواهد که اصول های معروف را به کار برد. نه صبحیدین بسیار هم خوب دست رقیب را داشته است. حالت نشستن محمد عیسی باشد سمت دیگر و باز هم کمربندی را هم پیش میکند. ببینید حالت خیلی خطرناک، بسیار حالت خوب است. یک ابدا نه، داوران کنجی میگویند نیست اینجا، بعدا بیکار کرده شد. حالت تکرار هم است. حالا دوباره خلیلزاده صبحیدین دست او کمربند میگیرد. اما محمد عیسی رجبوف باشد از سمت دیگر است. این پهلوان جوان پیراهن سفید پوشیده نوکک اکنون میانی کلان سالان گوشتین میگیرند. قبلا میانی جوانان و نوجوانان گوشتین میگرفت. تحت رهبری عزت خدایف مشق ورزی میکند خلیلزاده صبحیدین. از سال گذشته در گشتین جدا هم خوب درخشیده بود. حالا اکنون نوبت دیگر هر دو پهلوان با هم میچسبند و ببینید بسیار هم جالبیت خوب را پیدا کرده است. محمد عیسی در دفاع است. خلیلزاده دستو پیراهنی را نشستن یک آواسی مرکب تر است داور میگوید. حالا اکنون گیرید مبارزه برای به دست آوردن نشان طلا. هم وقتی طلایی را طلبگار است، هم هنر طلایی را. خلیلزاده محمد عیسی یک آوازی بسیار هم خطرناک برای محمد عیسی است. حالا اکنون شکل درست روشی که برای او امکانیت بدهد. خلیلزاده میخواهد که سر اول رقیب را نزدیک بیارد. کمر گرفته است. اکنون برم برداشته. اکنون بعدا برای خلیلزاده صبحیدین از جانب داور هدیه می شود. این روش می توانست که حتی پهلو هم برده رساند. حالت تکرار را اکنون امکانیت داریم. حالت تکرار را ما می توانیم از اینجا ببینیم. خلیلزاده صبحیدین خوب میگیرد، اما در طریق زمین اونجا کار کرده است. اینا به نظر باید گیرند داوران. در دل خواه گوشتینه که اول رسیش باشد و به نظر گرفته می شود. حالا حالت تکرار را اگر امکانیت باشد ما ببینیم. از کارگردان خواهش میکنیم اما حالت رو یک بار دیگر ببینید. حالت تکرار هم است در اینجا. بله حالتی در زمین کار کردن بود، این هم به نظر گرفتن در کار. وقتی که در زمین رسیش است در گوشتین جدا 100% پهلوان سفید در اینجا با داده می شود. اما در گوشتین ملی داور هم ما را طرفدار است میگوید که درست است. بعدا برای صبحیدین خلیلزاده 100% درست دادند. اکنون مبارزه اگر محمد عیسی در اینجا خوب فعالیت کند شاید برای جبران کردن این بدن. دوباره سر کتف چند مرتبه دیگر. اکنون حالت نزدیکتر می شود. محمد عیسی هم در غضب می آید. این پهلوان ختلانی هم اکنون برای جبران کردن این اما ببینید اینجا دست رو رها می کند. نه داور باید در حال اینجا من کند. آواز کمه آگاهی برای صبحیدین.
دوباره هر دو هم دست و چنگل میگیرد. محمد عیسی از سمت دیگر خلیلزاده با هجوم میگذارد. پهلوان شهر دوشنبه حالا اکنون رقیب را میخواهد که در زمین یک نوبت دیگر برای ایستید حرکت ها از جانب پهلوان پیراهن سفید پوشیده. یک بار دیگر اکنون خلیلزاده رقیب را از مرکزی میدان دور بکند. می‌نشیند یک نوبت دیگر. فعالی پهلوان پیراهن سفید پوشیده به نظر می‌رسد. باید محمد عیسی هم در قطار او اصولی را انجام دهد. تنبه برای برآمدن از منطقه اساس. وقت هم تو رفت کمی دیگر باقی میموند. نبرد پهلوانان محمد عیسی اکنون در غضب می شود برای جبران کردن. حرکت میکند. حالا هر دو طرف هم برای هجوم کردن سر یک مقصد می آیند. اکنون نبرد آنها تو رفت شدیدتر می شود. هر دو پهلوان با هجوم می گذارند. یکی از دیگری می خواهد که پیشتر و این واس حالا دست و چنگل با یک دیگر پیشتر می روند. اما پای هم در اینجا ضربه. حالا نبرد این پهلوانان زیادتر می شود. محمد عیسی صبحیدین سمت دیگر را پیش می گیرد. هر دو پهلوان با هم می چسبند ولی حالت بسیار هم خطرناک برای این دو پهلوان. ایستید وقت اکنون دوستان عزیز با یک بدن خلیلزاده صبحیدین در اینجا دست بالا می شود. والیبی این مسابقات نماینده شهر دوشنبه صبحیدین خلیلزاده